سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با قسمت سوم از قسمت‌های آموزش پریمیر در کمترین زمان. خب اول از همه من میخوام یه چیزی رو بگم. خیلی از کسایی که الان این ویدیو رو دارید نگاه میکنید یا میخواد ویدیو یوتیوب ادیت بکنید یا میخواد ویدیو اینستاگرام ادیت بکنید، چیزی که قطعا نیازتون میشه اینه که شما اینجا مثلا من دارم صحبت میکنم، خب یه تصویر اینجا میاد یا یه ویدیو اینجا میاد. خب مثلا من راجع به این ویدیو دارم صحبت میکنم، بعد یه تصویر دیگه ای باشه که بیاد و اینجا روی تصویر ما قرار بگیره دیگه، درسته؟ خب من ویدیوم رو میخوام بیارم. شما فرض کنید که ایشون یه نفری هستش که من ازشون تیزر قبلا زدم، یه تصویر دیگه که میخوایم بیاریم. حالا من اینجا ویدیو رو میگم، بعدم میگم چجوری عکس بیاری. چیز خاصی نیست، عکس مثل ویدیو و خیلی ساده‌تر از ویدیو میاد توی پریمیر، هیچ فرقی نمیکنه. خب مثلا من میخوام این تصویر رو بیارم. یه تصویر آب هستش که از یه جایی لی داره میریزه. خب این تصویر رو میارم، رو میوت میکنم و این تصویر رو میذارم. خب اگه قسمت اول دیده باشید، من تو قسمت اول گفتم وقتی به اینجا میرسیم بعدش میره روی ویدیویی که دوم گذاشتیم. چرا؟ چون لایه لایه هستش دیگه. گفتم دیگه، اول لایه اوله، بعد لایه دوم میاد روش قرار میگیره. پس وقتی ما اینجا نگاه میکنیم لایه دوم رو میبینیم، هر چی بیاد روش ما اون اولیه رو میبینیم. اما اگر این رو بیایم کوچیک‌تر بکنیم چه اتفاقی میفته؟ اگه ما این رو کوچیک‌تر بکنیم یه مقدار کوچیکی از این میبینیم و بقیه‌اش همون لایه اولمون میشه. خب باید چیکار بکنیم؟ باید بیایم اسکیلش رو پس قاعدتاً کم بکنیم، یه ذره کوچیکش بکنیم، هر چه دلمون میخواد بذاریمش. دیگه لازم نیست بهش کی فریم بدیم چون میخوایم اون بغل باشه دیگه، درسته؟ نمیتونیم، لازم نیستش بهش کی فریم بدیم. حالا من میام اول ویدیو میذارم، مثلا اینجا میذارم. حالا من میخوام از اینجا شروع بشه. برای اینجا شروع شدن هم میتونم اینو بردارم بکشم تا اینجا، یا هم میتونم یه کات بزنم ویدیو رو انتخاب بکنم و دیلیت بکنم و بیارم اول ویدیو بذارم. خب حالا من اینو میخوام بیام و کوچیکش بکنم. خب این شد تصویر دادن. خیلی چیز ساده ایه و من گفتم ممکنه که سوال باشه براتون و اینو میذارم اینجا. خب ایشون داره صحبت میکنه، یه دونه ویدیویی هم میاد. حالا یه داستان دیگه که هست، ممکنه بخواید که این ویدیو سایز ویدیوها خیلی بزرگه دیگه، ممکنه بخواید کوچیک بشه، مربع کوچیک بشه، دورش رو کات بزنید، درسته؟ اگه بخوام دورش رو کات بزنیم باید چیکار کنیم؟ برای دور کات زدن یه چیز خیلی راحت، ابزار کراپ هستش که توی افکت ها ما میایم افکت کراپ رو سرچ میکنیم. کار با پنجره افکت ها رو کلا بهتون نگفتم، ولی الان با هم دیگه یاد میگیریم که چجوری با افکت ها کار بکنیم. چیز خاصی نیستش. افکت مورد نظری که میخوایم رو پیدا میکنیم، میاریم میندازیم رو ویدیو، از پنجره افکت کنترل که بهتون یاد دادم اون رو ادیت میکنیم، اون رو جوری که میخوایم در میاریم. الان من کراپ رو سرچ کردم، کراپ رو برمیدارم، درگ میکنم، میندازم روی ویدیو. یه چیزی اینجا اضافه میشه، میبینید توی افکت کنترل یه چیزی به نام کراپ اضافه میشه، left top right bottom، که میتونید الان چپ راست بالا پایین میتونید کوچیک ترش بکنید. ببینید الان من میتونم این رو بیارم، مثلا انقدرش رو از اینجا بزنم، انقدرش رو هم از اینجا بزنم و تصویر رو بیارم بالا بذارم. خب ببینید چقدر جذاب تر شد. خب برای اینکه اون اول مثلا لحظه صحبت کردن هم یهو بیارنش تو تصویر، همونجوری که قسمت قبلی بهتون گفتم کی فریم ها استفاده میکنیم. حالا من میخوام اینجا انجام بدم، اسکیل پوزیشن کی فریم میدیم. کی فریم اول کلا از تصویر خارجش میکنیم. ببین میبرمش اینجا، میذارمش از تصویر خارجش میکنم، میرم یه ذره جلوتر، اینجا دوباره دکمه برگشت رو میزنم. البته دکمه برگشت رو نذاشتم چون برمیگره وسط، جایی که اول از همه بوده وسط بوده، برمیگره وسط. من میخواستم خودم بیارمش جایی که میخوام. خب یه همچین حالتی. حالا چه اتفاقی میفته؟ میاد توی تصویر. کار بعدی که میخوایم انجام بدیم کار رو صدا هستش. من یه توضیح خیلی ریز راجع به صدا میدم، خیلی نمیخوام توضیحات خیلی تکمیلی بدم براش که دقیقاً مثلا چه کارهایی با صدا میشه کرد. خیلی کارها هست، خیلی افکت های مختلف برای صدا وجود داره، خیلی پنجره های مختلف هست که توی ویندو میتونید فعال کنیم برای صدا، مدل های مختلف صدا رباتی کردن. اونا رو بعداً یه آموزش جدا براش میذارم. چیزی که من اینجا میخوام بگم، این وسطی که میبینید دقیقاً مثل همون اوپاسیتی که تغییر میکرد، این
صدا نگاه کن دی بی نوشته، دسیبله. این که هر چقدر بالاتر باشه صدا بیشتر میشه. مثلا اگه صداتون کم گرفتید میتونید زیاد کنید، یا اگه صداتون حس میکنید زیاده این رو میتونید یه مقدار کمش بکنید که همونجوری که میخواید بشه. مشکل بعدی که بعضیا دارن مشکل نویز صدا، میخوان نویز صدا رو حذف بکنن. افکت دی نویز رو داریم. افکت دی نویز بگیریم بندازیم رو صدا، خودش همون موقع انجام میشه. هیچ کاری لازم نیست ما توی افکت کنترل بکنیم، اصلا صدا توی افکت کنترل تنظیم نمیشه. نویزی که معمولا خیلی ریز زیر صداتون هستش و مثلا یه نویزیه که همش داره تکرار میشه و صدای خیلی زیادی نیست، یه جایی مثلا جایی مثلا مثل باشگاه و اون همه صدا مثلا نگرفته باشید، جایی باشه که بتونه حذفش بکنه، منطقی باشه براش، خیلی راحت حذفش میکنه. تا بندازید قشنگ صدا کاملا اوکی میشه. ولی یه مقدار معمولا صدا رو بم میکنه که این داستانی هستش که کلا باگیه که داره، کارش نمیتونیم بکنیم. اسپید صدا، سرعت صدا رو هم میتونیم روش راست کلیک بکنیم، همون جوری که بهتون گفتم اسپید دوریشن، اسپیدش رو بذاریم 150، صدا خیلی تندتر پخش میشه. همون جوری که تندتر میشه صدا هم نازکتر میشه. معمولا باید دیده باشید صداهایی که یه ذره تندش میکنن صدا نازکتر میشه، یا اگه کندش بکنید صدا خیلی کلوفتر میشه. ببینید من الان پریمیرم 2023 و اینجا ایمپورت ادیت اکسپورت داره، روی تب اکسپورت بزنم مستقیم میره توی اکسپورت. ولی اگه شما پریمیرتون قدیمی باشه 2019 باشه، اینا من تا جایی که یادمه نداشت همچین چیزی رو و باید میادیم توی فایل، میومدیم اینجا اکسپورت رو میزدیم، اکسپورت مدیا. حالا فرقی نمیکنه توی هر دو نسخه رو من الان گفتم، هر کدومی که خودتون اوکی ترید انجام بدید. من کلا عادت کردم به اون قدیمیه، همیشه فایل اکسپورت مدیا. وقتی میایم توی تب اکسپورت با یه سری چیزای مواجه میشیم که شاید فکر کنید واو چقدر سخت اکسپورت گرفتن. نه اصلا اینجوری نیست. ببینید فایل نیم، یه اسم براش انتخاب میکنید، حالا هر چیزی که خواستید یه اسم براش انتخاب میکنید، لوکیشنش رو انتخاب میکنید، روی این کلیک میکنید، هر جایی که میخواید سیوش میکنید و روی این قسمت پریست چند تا حالت وجود داره. من معمولا خودم هم میتونید مچ سورس های بیت ریت، همینی که خودش زده رو دقیقاً همین رو بگیرید، مشکلی ایجاد نمیشه. ولی اگه میخوای یه ذره کیفیت بالاتر باشه من معمولا های کوالیتی 80 رو میگیرم. بستگی باز ویدیوی خودتون داره، ولی به نظر من خودتون میخواید شروع کنید همین مچ سورس های بیت ریت رو بگیرید، این خودش تنظیم میکنه که بهترین نوع اکسپورت گرفتن برای شما کدومه. توی قسمت ویدیو این پایین رزولوشن و اینا رو داریم که خودش بر حسب اون چیزی که ادیت کردید اینجا هست، لازم نیست تغییرش بدیم. بعداً یه ویدیو براتون میسازم که دقیقاً اکسپورت گرفتن برای اینستاگرام، برای هر جای مختلف یاد بگیرید. اما الان چیزی که دقیقاً ادیت کردیم رو میخوایم فقط یه ویدیو ازش بسازیم و داشته باشیم، اکسپورتش رو بگیریم. خب ببینید اینجا این پایین همون قسمت ویدیویی که بودیم بیای، یه VBR 1 پس داره، یه VBR 2 پس داره. توی جفتش میتونید اکسپورت بگیرید. من خودم معمولا همیشه روی VBR 2 پس میگرفتم، الان جدیدن توی 1 پس میگیرم، داستانی برام اتفاق نمیافته. ولی حالا شاید بستگی به سیستم ها، اگه سیستم یه مقدار ضعیف‌تر باشه لازم باشه که 2 پس بگیرید. اگه VBR 2 پس بگیرید 2 بار اکسپورت میگیره و توی این 2 بار اکسپورت گرفتن باعث میشه دقیق تر بیاد ویدیوتون رو اکسپورت بگیره دونه دونه با جزئیات. ولی با همون VBR 1 پس هم کارتون راه میفته، مشکلی نداره. اینجا هم که تارگت بیت ریت که میخواید چند بیت ریت بگیرید که حالا جایی که محدودیتی داشته باشید این رو تعیین میکنید، در غیر این صورت دست به این هم نمیزنیم. میایم اینجا ببینید اینجا این پایین نوشته فایل سایز که اینجا زده 30 مگابایت سایز فایل ما رو این پایین مشخص کرده برامون. خب کار دیگه نداره، چیز دیگه لازم نیست بزنیم، همین کارا رو که انجام دادیم فقط اکسپورت رو میزنیم، شروع میکنه اکسپورت گرفتن. این که تمام شد، VBR 1 پس بود تمام شد. این پایین هم مینویسه، بعضی نسخه ها ممکنه ننویسه، مشکلی نداره. مثلا نمیدونم حتی تو کجا ذخیره کردم. این اکسپورت که من الان گرفتم به اسم بست یک ویدیو شده که الان همون ویدیویی که ما اکسپورت گرفتیم داره برامون پخشش میکنه، دقیقاً همونه. خب ما با موفقیت یه ویدیو رو اکسپورت گرفتیم. بچه‌ها پریمیر رو من توی 3 قسمت کلا آموزشش دادم و چیزایی رو بهتون آموزش دادم که کلا بدونید پریمیر چیه و دستتون بیاد. خیلی کارهای ساده رو میتونید با همینایی که الان بهتون گفتم انجام بدید. اما بعد از این میریم سراغ این که
دونه دونه افکت ها رو بهتون میگم، یه سری افکت های جذاب تر میگم. جلوتر خیلی کارهای دیگه و افتر افکت میکس کردن و خیلی از ترانزیشن های خفن و اینکه اصلا از این پوشه افکت های مختلف رو بیاریم رو توی اون ویدیویی که قراره یه تیزر با هم دیگه بسازیم همه رو بهتون توضیح میدم. اگه چیزی یاد گرفتید، اگه براتون مفید بود، حتما سابسکرایب کن، دمت هم گرم، تو اون لایک هم بزن و تا ویدیوی بعدی میبینمتون.